خب دروغ میگی، من مدخلی نیستم. دروغ میگی. یا اینه که تو صحبتهای من را تعقیب نکردی و یا این که میگی من چرا تعقیب بکنم، نیازی به تعقیب کردن ندارم. خب حق نداری من رو رد بکنی مادامی که حرفای من رو نشنیدی. اگر حرفا رو شنیدی خب داری دروغ میگی، داری به چهره پیروان خود خاک میپاشی، دروغ میگی، به چشمشان خاک میپاشی. من مدخلی نیستم. این چیزی که تو به نام مدخلی میگی بارها من نقد کردم. دروغ نگو. پس استاد ما، استادی که از طرف دانشگاه برای ما تعیین شد در سنن ابی داوود، افتخار دارم بر این که استادم شیخ محمد ابن هادی مدخلی بود. خب دروغ میگی، من مدخلی نیستم. دروغ میگی. یا اینه که تو صحبت‌های من رو تعقیب نکردی و یا اینکه میگی من چرا تعقیب بکنم، نیازی به تعقیب کردن ندارم. خب حق نداری من رو رد بکنی مادامی که حرفای من رو نشنیدی. اگر حرفا رو شنیدی خب داری دروغ میگی، داری به چهره پیروان خود خاک میپاشی، دروغ میگی، به چشمشان خاک میپاشی. من مدخلی نیستم. این چیزی که تو به نام مدخلی میگی بارها من نقد کردم. دروغ نگو. پس استاد ما، استادی که از طرف دانشگاه برای ما تعیین شد در سنن ابی داوود، افتخار دارم بر این که استادم شیخ محمد ابن هادی مدخلی بود. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شیخ یک سوال است ممکن؟ بله بفرمایید برادر. السلام علیکم و رحمت الله. از رافیزه و علیکم از السلام و شیعه. رحمت الله و برکاته. یک دقیقه برادر عزیزم شیخ ایرانی مفتی ایرانی بفرمایید شیخ. جناب شیخ الله حفظتون بفرماید. تشکر خاص میخواستم بکنم از جناب شیخ ابو محمد المدنی با این درس بسیار زیباش. خدا حفظتون بکنه، الله حفظتون بکنه جناب شیخ ابو حلیمه و دیگر مشایخ عزیزم. من واقعا میخواستم که از صمیم قلب از طرف همه موحدان ایران زمین تشکر خاصی از جناب شیخ بکنم که بسیار زیبا امشب درس بسیار بسیار پر محتوایی بود و واقعا از ته قلب میگم که اگر ما امشب از همین لحظه تا سحر سجده شکر الله را به جا بیاریم این نعمت رب العالمین جبران نمیشه. میخواستم بگیم که بارک الله فیک، جزاکم الله خیرا جناب شیخ و مشایخ عزیزم، موحدین عزیزم. تبریک میگم به شما با این عالم ربانی ایمان حضرت شیخ و این درس زیبایشان، این فصاحت کلامشان، این زیبا تفهیمشان که هیچ استادی، من و شما رفتیم تو دانشگاه ها، الان نمیخوام معرفی بکنم، دانشگاه از پایانش تا پای آخرش ما رفتیم، به این زیبایی کلام، به این خلوص بیان دین به والله مطالعه ندیدیم. جناب شیخ عزیزم جزاکم الله خیر. جناب شیخ حفظکم الله. مشایخ عزیزم، دست مریضات، موحدین باز هم تبریک میگم. الله حفظتون بفرماید. شیخ عزیزم میخواستم تو دلم وانستاد، میخواستم همینه بگم که واقعا این درس ارزش این را دارد موحدین نه یک بار نه 10 بار بلکه 10 ها بار همه درس را به خصوص درس امشب جناب شیخ رو گوش بدید، بنویسید، گوش بدید، گوش بدید، گوش بدید. بسا میلیون ها بار ارزش داره که اساس دینمان همین هست، چون بدون فهمیدن این نکاتی که امشب حضرت شیخ حفظه الله فرمودن به والله تمام اعمالمان باطل می شود، تمام حجمان، عباداتمان، همه چیز باطل می شود اگر اینها رو نفهمیم. اگر اینها رو فهمیدیم دقیق اسلام خالص می شویم، دیگه در شکم جهمیت و در شکم خوارج نمی افتیم. واقعا علم چه ارزشی دارد که رب العالمین الان ما پی می بریم فرمودند که
فاعلم انه لا اله الا الله. این علم را مقدم و قبل از لا اله الا الله در قرآن فرمودن. واقعا همه چیز در علم الله هست، در علم است که الله را ما میشناسیم. پس وقت شما را نمیگیرم چون آخر شب هست. شیخ ابو حلیم حفظک الله، هم مشایخ عزیزم حفظکم الله تعالی، شیخ عزیزم شیخ المدنی حفظک الله و رعاک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظك الله ورعاك شيخ عزيز وبارك الله فيك. الحمد لله که الله سبحانه و تعالی یکی از منتهاش هست. علما یکی از منت الله سبحانه و تعالی بر بالای بندگان است که بنده ها باید واقعا شکر علما رو باید بکنن. یعنی شکر علما چگونه می شود که علمش رو آموخته و به اون عمل کرده و منتشر کردن. و رسول الله صلی الله علیه و سلم الله سبحانه و تعالی به ما همچون منت لقد من الله سبحانه و تعالی به تحقیق که منت گذاشت به مؤمنین. لقد من الله عن المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. یعنی در اینجا الله سبحانه و تعالی می فرماید که با واسطه رسول الله صلی الله علیه و سلم به شما منت گذاشت و کتاب رو روان کرد، یعنی کتاب رو نازل کرد که به ما رسول الله صلی الله علیه و سلم تلاوت میکردن، یعنی قرآن رو، و تعلیم میدادن و تذکر میدادن به ما، و به این واسطه انسان پاک میشود. بارک الله فیکم. و در اینجا ویدیو گذاشتن من میخواهم یک مرتبه دیگر ویدیو رو گذارم و یکی از جهالت دیگر این جهمی رو بیان کنم که واقعا شیخ باور کنید به نهایت یک زیبا بیان کردن. من اینقدر کفرهای اینا نمیدونستم. یک تقریبا دو کفرش میدونستم، اما شیخ 16 تا بیان کردن. الله اکبر، ماشاءالله، باور کنید به نهایت بهترین شد. لیکن یک سخن جاهلانه گفته است در اینجا. من میخواستم مونم که اینها همه رو در شأن خودشون میبینن، یعنی همه رو به مثل خود میبینن. یک گوش میکنیم بعدا انشاءالله توضیح میدیم. این اکران من هوی نشده است و چی؟ خب بالاخره چی میکنیم؟ حاضر من از اکران نتوانستم مونده، کار نکرده است و دستش خیلی. جرأت میکنه من همین جا اگر یکی از اینها جرأت میکنه من همین جا میگم مشرک بودن ما رو ثابت کنه. بسم الله بفرمایید. اگر ثابت کردی پس بعد برای تو اجازه است که هرچی دلت میخواد بگی. این میگوید که اگر یکی از شما توانستید که ثابت کنید مشرک بودن ما رو، پس برای تو اجازه است که هر چیزی میخواهی، دلت هر چیزی میخواهد بگو. البته این سخنش باطل است.
و این در شأن ما نیست این سخنش. یعنی ما به مثل اینها در دل ما چیزی رو خواهد بگویم این گونه نیستیم. البته اون چیزی که شریعت میگوید، اون چیزی که قرآن و سنت میگوید، فهم صحابه اون چیزی رو میگوید، از این چارچوبه بیرون نمیبرویم. و این سخنش رو من خواستم بگویم که اینها که خودم این گونه طایفه‌ای از دلشون در دلشون چیزی بیاید میگویند و چیزی رو بخواهند میگویند و همه رو به مثل خود فکر میکنند. یعنی دلش چیزی میخواهد پس میگوید اعوذ بالله. برای همون جهالت اینها در همین جمع هست. نمیگوید که اگر کفر مرا ثابت کردن، اگر اثبات کردن، من توبه میکنم. نمیگوید. شما اهمیت داده ایستاده، اما میگوید چیزی رو خواست بگوید. شریعت چی میگوید؟ شریعت میگوید انا ما کفر تو رو اثبات کردیم، کفر تو ثابت شد، توبه بکنه نکنه. و الله سبحانه و تعالی میفرماید که اگر توبه کردن فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. اگر توبه کردن، ای آمنو، ایمان آوردن و نماز رو برپا داشتن و زکات رو دادن، در این حالت برادران دینی شما هست. همین چیز رو میگویم ما. الله المستعان. با این سخنش از یک جانب متکبریش بیان کرد، از جانب دیگر جاهل بودنش رو در منهج، در دین الله سبحانه و تعالی، جاهل بودنش رو بیان کرد. الله المستعان. شیخ عبدالرحمن میگه باشید بفرمایید. بردار شیخ حنیف باشن اگر. شيخ جزاك الله السلام شيخ عليكم عزيز. ورحمة الله. وعلیکم السلام ورحمة الله وبركاته. یک دقیقه جان. شیخ جزاک الله خیرا. من در مغازم لیکن یک سخن میگفتم بگم. الله استون بکند. زیبا بیان کرد که همین سخن رو با یک غرور گفته است. هر چیزی که میخوای باید بگو. میبینی متکبر، این گمراهی دین فروش. من باور که شیخ وقتی که گفت که وقتی که اثبات کردی، من فکر کردم که همچین انسان سالم میگه که توبه میکنم باز میگردم. برای چی اینها چنین میگن؟ اینها در حقیقت در بالای یک انسان جاهل یگان چیز اثبات کردن و به خودشون هر چیزی خواستن چی دادن؟ اجازه دادن در حق او. این از فطرت و از راه و روش خودش گفته است. الله سبحانه و تعالی هدایتش کنه. گمراه. بارک الله فیکم شیخ عزیز. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مشایخ دیگر برادران انشاءالله خوب هستی؟ و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اهلا و سهلا شیخ حنیف، بفرمایید. حفظك الله برادر عزیز. البته در ما گوش کردیم الحمدلله با دیگر مسجد چیا، لیکن اشتراک کردن هاتون معذرت ایجاد. لیکن بعضی چیا را گفتنی بودم در مسئله فاتح یا که امثال اینو واقعا اینا میگه جهمیگی بودن ما را آشکار کننده که مشرک بودن ما را. برای یک موحد الحمدلله که معلوم هستند یا کی هستند. البته شیخ خیر رادیو خوب شد دادن و دیگر برادران هم گفتن چند برو و چند چو. لیکن گفتنی هستم که با این خوب است که یک بار نظر کنند بر همون معامله و بر همون
آزری و عاطفی بودنشون نسبت طاغوت‌های زمان و نسبت مشرکین خودشو بر نظر کنند که چقدر معامله میکنن. البته اینها کو نمیفهمند به سببی که اینها موالات نفهمیدن چی است، موالات بر کی باید کرد و براءت بر کی کرد. به همین سبب تا حال توحید فهمیدگی که نیستن، نمیفهمند موالات چی است و همین گونه کفر به طاغوت نفهمیدن، همین گونه صفات او نفهمیدن، همین گونه یعنی که تکفیر مشرکین یا تا حال نفهمیدن. تا حالا این فکر کرده که جهمی بودن فقط در چی است، الله را بالا عرش ندونستن تمام. این خوبسای آذری، این خوبسای جهمی که امثال راسخ دیگر اینا هستن که در یوتیوب و در دیگر جاها هستن، کانال‌های بگیم که ایما و دیگر جایی که بعضی از افغانا و بعضی از تاجیکا از دیگرها هستن که میگه جهمی بودن این رو آذری بودن این رو چی کنه. اینها بیچاره فکر میکنن که جهمی بودن فقط در مسئله اسما و صفات است، نه اینکه در تکفیر مشرکین، نه اینکه در غمخوری بر مشرکین، نه در که یعنی در مسئله اصول چقدر جهمیگی در یا دیده میشه که خوباسا خبردار نیستن. بعد قدر گپا گوش میکنه این بیچاره چی میگه از گپای جهمی بودن فقط در اسما و صفات بوده است تمام. دیگر مسائل به طاغوت خدمت میکرده است، مشرک مسلمان میگفته است، حتی خوارج هستن. همین آذری ها، همین خوباسا بر موحدین معامله میکنن همچون یک کفار، حتی تکفیر میکنن. ما چندها شد دیگه شما شاید است که ما رو کافر میگوین، تکفیر میکنن بعضی همین لیکن مشرکین طواغیت عذر میتن، هزارها بهانه عذر با او میبوفن، باز میگن که در جهمیگی ما در چیست. الله المستعان. نه در مسئله ایمان شما اهل سنت هستید، نه در مسئله براءت شما اهل سنت، مسئله موالات. بعضی ضبط‌ها و ثبت‌های همین چیم دارد نامش فاتح را گوش میکنید. من چند بار گفتم باز میخوام بگم، یهودا نصارا را، البته یهودا خیلی در بحث و مناظرش کم است، لیکن بعضی یهودا هم است، نصرانی ها زیاد هستند و از کیا هستند؟ از این ملحدین اتئیست بگیم، ما اتئیست میگیم، ملحدین هستند. از این غیر اینها هستند که غیر دین ها هستند، اونها رو برادر گفته با او همچون مسلمان. او خودش میگه من کافرم، این مسلمانش نگاه میکنند و یا که کافر میگه این همچون برادر موالاتی که با مسلمان میکنن. لیکن بر یک موحد، با یک شیخ ابو محمد حفظه الله یا که دیگر برادر و دیگر اهل سنت نمیتونن خیلی معامله کردن، مثل یک دشمنی که گویا که در دین الله یگان کفر شکر باشد، گویا که با الله چرا شریک آورده چی میکنن. فقط عیب ما کمبودی ما چی است؟ کمبودی شیخ ابو محمد چی است؟ اونها را گفته است که کفار رو عذر ندید، غمخوار طاغوتا نباشید. با طواغیت یعنی که حکم او رو بگو، اگر چی تی قوت نداری، زور نداری، تا کسی نمیگه برات دیگر، لیکن اسمش همون نامش چی است همون رو بگو و همون براءتی که توانایش داری همون رو حداقل بیان که تو هم خیلی اعتقاد داری، همین گفتن نمیتونی. لیکن باز بالای این هزارها تهمت رو چی میکنن بر موحدین. البته من نمیدونم شاید که کمتر در چی بودم، یک برادرم بودم، شاید شیخ ابو حلیمه شما چه موندنی بوده، الله یستر کند، معذرت زیاد با این چی خودم در اومدم. نه شیخ ما صحبت تموم کردیم، صحبت کردن گیش تمام کرده شما. برای که ما هر جا گوش کردیم با سببی که در بعضی چا بودیم که نفهمیدیم انا بعضی چا را، لیکن فکرم شاید اگه ویدیو میموند. لیکن الحمدلله که شیخ در مسئله علما خوب صحبت کردن. همین مسئله علما را باید مردم بشناسند. اگر انشالله که اجازه باشد من یک کمی بگم. ما در اگر نظر کنید امام بربهاری را، یعنی که علمایی که در مسئله علما را چقدر شناختن یا اینکه از کی علم گرفتن، مسئله این هذا علم دین، یا در مسئله سند السند دین، این مسئله نظر میکنی اکثر علما از محدثین غیر محدثین فقها هم تو در هستند، علمای مذهبی غیر مذهبی هم هستند و تا علمایی که حاضر هستند در مسئله عالم شناسی همین است که یک عالمی را که تو نمیشناسی مجهول حال است از او علم نمیگیری. اگر چه کفر شنیده، شرک شنیده، به ظاهر اسلام شدیدی، او را از او علم نمیگیرید. ایا آدم مجهول، زیرا شیطان به صورت انسان چقدر که مسلم میارد، چند بار گفتیم، به صورت انسان میاد تو قرآن تعلیم میدهد، میاد تو فقه تعلیم میدهد، میاد تو یعنی حدیث و دیگر چیزا تعلیم میدهد.
برای چی که سلف میگم این هذا علم دین فانظر، اوکی، این هذا به هر آینه این دین علم دین شماست، بینگر از کی میگیریش؟ نگیریش یک کسی که بنام مسلمان و موحد در اصل یک جهمی آذری باشد مثل فتح، یا که مسئله سند. حتی اگر نظر کنی ابن سیرین میگه در زمانی که ما پیش سخت نمیگرفتیم این مسئله سند رو، لیکن دیدیم که از نام رسول هم بسیار دروغا و دیگر چه کردن. حتی از عبدالله ابن عباس میارن. چند بار گفتیم که از نام رسول هم گفتنی از قال رسول الله میگه و نمیمونش گپ زند، میرود میگه یا عبدالله من گفتم پیغمبر میگه تو مرا گوش نمیکنی، تو کی هستی آخه؟ یعنی که عبدالله ابن عباس او رو نشناخته از او علم نمی گوش نمیکند. بعد تحقیق میکنن میبینن واقعا صحابه است، بعد گوش میکنن. مثلا چی است؟ اگه آدم مجهول علم نمیگیره این معلوم است. یکم دیوم که از یک انسانی که اهل بدعت است، بدعتش معلوم است، به بدعت دعوت میکنه که اون من اهل بدعت است، او رو نه فقط علم نمیگیری بلکه کشفش میکنی و ردش میکنی. او رو اگر رفت عالم طاغوتی باشد، سلطانی باشد، عالم درباری باشد، عالم سو باشد، با او براءت و با او بغض و کینه بیان میکنی، رد و کشفش میکنی او رو. این معلوم است. اما مسئله علمای اهل سنت را دفاع میکنی از اونها. علما این البته وارثان انبیا هستند. اگر رفت واقعا عالمی چی باشد، همون عالمی که باشد در راه انبیا خدمت کند، همون اصلی که دین از سر کرده، از اون گفتیم که 10 بار که از همون اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، همین را بجا بیارن. اولین دعوت چه برای چی باشد؟ فما یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله. اولین چیزی که باشد رکن لا اله الا الله تعلیم بتید و بغض و کینه و براءت و تکفیر مشرکین طواغیت را بجا بیارد و از کفر و شرک مردم خبر کند و درس بیاد، تعلیم بتد و توحید به توحید دعوت کند. همون روی انبیا رو کرد. اون علما ما پیشونی خیلی علما رو میبوسیم، لیکن اگر غیری باشد ما او رو کشف میکنیم و ردش میزنیم. فاتح باشد، غیر فاتح باشد، کسی باشد. برای همین علمایی که اصلا البته در این مسئله باید مثلا که درس چندها بار صحبت کرد برای علما شناختن، این علمای سلطانی و این علمای جمهوری، اینایی که به فایده سلطانا و امیرا و به کفار و مشرکین طواغیت زمان میگن، اینها رو نه فقط باید ردیه بلکه کشف و رد و بغض و کینه را اعلان کرد و مردم شناس باید کرد اینها رو. بعضی از معلم میگه شما جای کار ندارید که فقط ردیه میزنید، نه بلکه ردیه خودش یک جهاد است. امام بخاری از استاداش چندها گفته که از اسحاق و دیگرها روایت میکند که اونها میگفتن برای من از چه با کفار جنگیدن، یک حدیث حفظ کردن یا اینکه یک اهل بیت رد زدن یا اینکه کشف کردن بهتر و محبوبتر است چه با کفار، اولی که با کفار مرتبه بلندترین است که جهاد کردن قتل و قتال، لیکن میگه برای من محبوبتر از اون است. چرا؟ به خاطری که این خیلی خوب است دین الله تیکه تیکه کرده هستند. این خیلی بنام عالی در اصل اعوذ بالله یک کافری مشرک یا که یک طاغوت یک از بعضی چون اینها دین الله رو به هم خیلی فریب کرده هستند. با فریب بنایرک مردم بنام نمیدونم سوراب عادلان، بنام فاتح، بنام انصاری 20 سال چی 10 سال چی در دین الله گپ میزنن به علم، بغیر از اینی که هزارها کفر و شرک مردم تعلیم میدن، با زبون درازی میکنن. اهل سنت خوارج میگن تو مجهول هستی، فلان هستی، اولان هستی. آخه بیا ادعا میکنید، بیا علما صحبت کنیم، مرحمت بیاید، بیا شرط و شروط باطل مانید، با شرط و شروط شرعی بیاید در دین الله. اگر شما ما رو خوارج هم میدونید، چقدر که عبدالله بن عباس رفتن اجازت پرسیدن حضرت علی، از حضرت علی رضی الله عنه رفتن با خوارج بحث اونها رو کشف کرد و رد زد و اونها توبه کردن. بیاید مرد باشید، اگر شما اونقدر خود را دانا میگید ما رو خوارج میگید، بیاید بسم الله، ما به همه شما تحدی میکنیم، بیاید اینجا بیاید. شیخ ما همینجاست، دیگر مشایخ هستن، ما هم هستیم ان شاء الله باذن الله. برای شما یک موحدی که نو یک چند سال شده است، یک چند ماه شده است توحید از خود کرده است، اصول ثلاثه را خود کرده است، نواقض اسلام را خود کرده است، اون من قاعده 4 قاعده و دیگر همین کفایه است برای شما. حالا کجای مشایخ؟
همین کفایه است که زبان تو را لال کند ای راسخ یا فاتح او چیم دارد انصاری زندیق دیگر امثال اونها. هر یکی شما ادعای بیفایده را مونید در او جای خود ترسیده یک برادر ما ابو اسما حفظ الله میرود، شیخ ابو اسما سهراب هم باشد لرزه محکمش میکند. دیگر نمیدونم بنام درویش و نمیدونم در ایما و در اینجا هستند. یک برادر ما که یک طالب علم عادی است، یک چند بگم که تحصیل کمی دارد، همین رو نمیمونه صحبت از همین گریخته فرار کرده زبان رو محکم میکنید. کجا جرأت و شجاعت شما که به شیخ ابو محمد که با دیگرها شما بحث و مناظره کنید و ردیه بزنید؟ بیاد مرد شوید، بیاد وقتی و علم قطعی یک جای باشد که عدل انصاف قطعی مرحمت بیاد. بس است که از دوری مثل سگ وارد جقیدن، لیکن در اصل خودتون هم خوارج هسته، هم آذری هسته، هم جهمی هسته. بغیر از ادعا دیگر چیزی نداره. علمم نیست، عقیده نیست. با کفار دوستی، کفار برادر من، دوستی عزیز من میگوید، مسلمان ها رو کلاب نار میگوید در زمانی که خوارج پر است. چرا یک تا شما ابو محمد کردی را رد نمیزنید؟ یک زندیق برآمده است که مثل شیطان از خودش گفته گپا که هزارها تکفیری بی اساس میکند علما رو. شما اگر غمخوار علما باشید چرا نه فقط ابن باز عثیمین و فلان اولان که ما رو تهمت میزنه که گویا تکفیر اینها رو نه، بلکه سلف نف ابو حنیفه رحمه الله، بلکه امام احمد، بلکه امام شافعی، بلکه امام مالک رو اونها رو تکفیر میکند. اونها رو تکفیری فقط نمیگه مرتد، بلکه میگه کافر اساسی ان، اصلی ان. میگه پدرهای اونها رو به تابع تکفیر میکند. کنی شما میگه ادعا میکنید بر ادعا میکنید که ما علما رو حفظ میکنیم، ما البانی رو حفظ میکنیم، ما ابن عثیمین رو حفظ میکنیم، ما ابو حنیفه رو حفظ میکنیم. کنی ادعای شما از اونها بهتر و خوبتر کافر میگوید. اون خبیث به تکفیرش پیغمبر و اصحابش اگر چی روشاد نمیگه تکفیر میکنه. بابا آدم علیه السلام هم میگه فیسق کرد و فیسق میگه در پیش من کفر است و آدم علیه السلام تکفیر میکند اگرچه بصریح نمیگه، لیکن همه تکفیرش با اون میرود، خودش میارد با مثال میارد. چرا رد نمیزنی؟ چرا بر از انبیا دفاع نمیکنی؟ چرا از رسول الله صلی الله علیه و آله دفاع نمیکنی؟ چرا از اصحاب دفاع نمیکنی؟ چرا از علمای سلف دفاع نمیکنی؟ یا اینکه فقط برای تو فوزن هست، تو نمیدونم 5 تا درباره فقط از اینا دروغ میگه. شما در دین الله خدمت نمیخواید بکنید، از علما دفاع نمیکنید. با همون ما هستیم، با همین برادرای ما هستیم، مشایخ ما هستیم که با همون کردی زندیق مثل شیخ ابو محمد حفظ الله و شیخ ابو اسامه رحم الله بحث و مناظره کردن و بگید که ما از توحید و از دین دفاع میکنیم. دروغ میگوید. چرا یک تا هزارها جهمی از افغانستان و ایران و شیعه ها هستند قطعا بحث کشوکش ردیه نمیزنید؟ فقط بر موحدین شما سنگ میزنید، فقط بر 4 تا موحدی که میدونید که همه تواغیت، همه کفار با حمله میکنند، شما باشد با بالای همین حمله میکنید. کنه انصاف شما، کنه آدمگری شما کو ایمان کو ندارید. شما دروغ میگید از دین الله، از الله دفاع میکنید. از الله دفاع میکردید اون مشرکینی که به نام محمد جاوید قبوری یا که امثال اونها هستن که با کفر و شرک مردم دعوت میکنن، الله رو بالا بودنش انکار میکنن، با اونها شما بحث و مناظره و کشوکش میکردید، اونها رو شما رد میزدید. نه اینکه ابو محمد و امثال اونها رو. شما خوبسان نه دین الله رو دفاع میکنید، نه عقیده اهل سنت دفاع میکنید. فقط دفاع شما از تواغیت است و از علمای سو است. یک بار دو بار عالم اهل سنت میگیرید تهمت میزنید گویا که شیخ ابو محمد ابو فلان فلان عالم تکفیر کرد، در حالی که دروغ است. امام شافعی تهمت کرده دروغ گفته، امام ابو حنیفه کرده دروغ گفته، امام دیگر حتی علمای حاضینه و بعدینه تهمت کرده. نتونسته بریده. باید تگه از محمد شریف عبدالعلیمی لعنت الله یک لعنتی است که اونو بریده و منتش کرده، شما گیرید پهن میکنید. کنه انصاف شما یک بار نظر کنید که در کجا همین ما بودیم و شیخ ما بود ابو محمد بود که از ابو حنیفه رحمه الله دفاع کرد، با اون خبیث زندقی ابو محمد کردی ساعتها زد و بحث و کشف رد کرد. او رو شرمنده شده گریخ رفت. تحدا میکنم گفته شرمنده شده رفت. همین شیخ بودن. چرا شما یک بار نبینید شما را باور زنگ بزنید؟ اون انسان نه فقط یک عالم دو عالم، تمام علمای سلف تکفیر میکند. تمام علمای از سلف سر کرده تو امروزه نه ابن تیمیه میموند، نه محمد ابن خور رحمه الله، نه
البانی و نه که شما البانی میگه دروغ میگه که گویا که البانی را کسی تکفیر کرده است در زمانی که ما تکفیر نکردیم بعد توبهش البته یکی دیگر علما رو شما دروغ میگه کذابای زندیق زنادقه زمان بغیر از تهمت و از دفاع شما کنه نه از توحید از دفاع شما نه از پیغمبرو است. یکی از ویدیوهای این خبیث سهراب اودینا گوش کردم البته از موضوع به موضوع من هر جا فکر میکنم همش یک کردم خیلی خوب است میخوان گرد دوات که اصلا امور رفته میره یاد میزنه. یکی از سهراب اودینا گوش کردم در مسئله علما صحبت میکنه یکی از خصلت بهترین عالمی بزرگ نمیدونم تورا جانزاده را نامش چی میگه محمود جان میگه نمیدونم یک خبیثی است نمی که جان گفته همین بود که یگان کس از قفا غیبت نمیکرد. بین خبیث چی میگه یک شعر یک هم شیعه است هم صوفی است هم مطرودی از بعضی مسئله هم هزارو کفر دارد همون را تعریف دارد او قدر کفر عقلا نمیگه که خطا کرد نمیگه که در مثلا طرف شیعه کم طرف دیگه است نمیگه که در طرف صوفی دیگه است فقط تعریف تزکیه. اما سوالش میتن که انبیا خطا داشتن نداشتن بنابر زبان دراز نترسیده بعض گپای سخت نسبت انبیا گفته چی زبان است من نمیدونم بله علما باشد ما میگیم خیلی بعضی مسائل اشتباهی است بعضی مسائل است که غیر اونی که در دین بود یکی بعضی چیزا بود که ایرا گفته و فهموندنش دیگه مسئله است لیکن این انسان بوشیدت گپ میزند انبیا رو ناترسیده زبانش حق درست گپ میزند. من نمیدونم کنی همین را گوش میکردگی انسان ها یا با شما سوال کنید که تو نسبت اهل بدعت میترسی یک گپ بگوی عالم اهل بدعت رد کردن میترسی در زمانی که امام احمد حنبلی امام ابو حنیفه امام شافعی امام مالک از اونا پیشتر ابن سیرین مرجع را بنام جهمی را بنام به عین تکفیر و ردیه کرده هستند شعار کرده هستند تو خودت میگوی من پیروی بخاری هستم من امام بخاری رو از امام بخاری پیروی میگم امام بخاری مگر قدر تکفیری که کسایی که الله را بالا عرش میگفتن هزارها تکفیر داره هزارها بار میگه من قال ان الله ليس علیش فهو کافر هزارها بار تکفیر میگه کسایی که الله بالا عرش میدونن بنام و با فرقه و با جهمی را اسم جهمی گفته تکفیر کردگی است کنه این جهمی را تعریف کرده گشته تو از کدوم بخاری تو پیروی داری از همون بخاری که فقط در مسئله نصیحت و در دیگه چیز گپاش میگیری تمام میره همین اون بخاری اگر زنده میبود توف میکرد در بالای توی جهمی احمق. امام بخاری نه فقط کسی الله را بالاش هر کسی میگفت الله بالاش کفر بلکه آذریش میگفت تکفیر میکرد آذریش میگفت که من از کفر یهود و نصارا و مجوسی کفر جهمی را بیشتر میدونم این را کافر نمیگوید مگر جاهل یا اینکه کفر او را نمیدوند با آذری او تکفیر میکرد امام بخاری رحمه الله. تو باشد بر جهمی خبیثی که کفر میکند شرک میکند به شیعه که دعوت میکند با کفر شرک داری چی داری تزکیه داده سعی داری از اون دفاع میکنی داری یا خصلت خوب داشت انبیا چقدر خصلت خوب داشت همش فراموش کردی سلف چقدر خصلت خوب همش فراموش کردی زبان نبقى دراز برای محمد ابن الله رحمه الله را شیخ الاسلام گفتن تو مثل یک دیوانه شدی مثل که سگ دیوانه گزیده هوایی شدی برای چی میدونی که عقیده باطلی تو را رد کردگی است تو میدونی که کفر و شرک تو را در کتاب‌های نواقض اسلام سر کرده تا دیگر دیده می شود از کفر خودت شرم کرده لرزت گرفت نباشه چی گپ است تو یک شیعه را تورا جانزاده را تعریف کرده گشته یک از شیخ الاسلام بگه چی کم بودی است او را تمام علما اهل سنت شیخ الاسلام میگیم ما البته بله شیخ الاسلام با خودش مرتبه دارد جا دارد لیکن واقعا شیخ الاسلام بودن در مسئله اصل دین در مسئله اعتقادی و یعنی که عقیده در مسئله فروعات و جزئیات و در همه شیخ بودن شیخ الاسلام بودن آخی مرتبهش داشتن لیکن شما بغض و کینت و بر علمای اهل سنت لرزت رو میگیرد با بخاری میگوید بخاری پیروی نمیدید بخاری امثال تو رو و کسی تو رو کافر نفسه کافر میگوید مرد باشی بیا من اثبات کنم
مرد باشی بیا ما اثبات میکنیم که بخاری نه فقط تو رو بلکه تو رو کسی کافر نگوید و تو کافر میگوید. امام مسلم هم همچنین، امام ابو حنیفه هم همچنین. امام ابو حنیفه شیعه را میگه هر کسی من شک فی کفر کرد در کفر شیعه فهو شیعه، او شیعه از خودش میگه فهو مثلهم، داجا میگه مثل داجا میگه فهو کافر میگه. در کتاب منهج السنه هم حتی شیخ الاسلام میارش. تو میگی شیخ الاسلام ابو حنیفه میارد که خود شیعه است میگه. تو در کفر شیعه شک اصول بسته، تو از دفاع داری، تو از داری تسکیه میدی، تو داری و یک عالم بود که با کسی غیبت نمیکرد میگویی این چی گپ است؟ شیعه را میترسی تکفیر کنی، اهل سنت را باشد پیغمبر زبان دراز گپ میزنی. البته باشد که ویدیو را مون یک تک ردش زنی ان شاء الله خوب میشود، برای که مردم بینن که این جاهل احمق با انبیا زبانش دراز است لیکن به شیعه میترسد. از شیعه ترسیده لرزیده گپ میزنند. برای چه؟ این مرد او عالم چی است؟ جمهور است، عالم مردم است، رازگی مردم را ترک نکرده است، برای مردم ضرورتر است. برای این همین 5 6 تا جاهلی که هست ماشاءالله میگن کلاس میجقن نمیدونم چی میجقن، این لازم تر است از عقیده و از رازگی الله و از رازگی دین. چرا؟ برای که این انسان نظر میکند میزان مردم رو در کجا میدوند که تورا جانزاده را یک 5 تا احمقی به سواد گوش میکند میدوند که همچون عالم میدند، برای همون چه زیبا کرده گپ میزند که تورا جانزاده یک عادت خوب داشت که کسی رو غیبت نمیکرد. اعوذ بالله، مگر پیش عبدالله بن مبارک نبود که یکی از اهل بدعت امثال تو آمد وقتی که اهل بدعت رد میزد کشف میکرد میگفت تو چیکار کردی؟ تو غیبت داری؟ چی گفت؟ احمق، من خاموش شوم، من سکوت کنم، تو سکوت کنی. کی اینا رو دعوت میکند؟ کی دعوت میکند خوبسای کفار و مشرکین رو؟ کی رو کشف میکند؟ کی رو رد میزند؟ اگر ما خب کنیم به علمای سو، به این طاغوت پرستا، به این طاغوتا کفر شرک کفار و مشرکین ما نگوییم، تو نگوی، کی میگوید؟ یا که فقط ما تعریف کنیم پیش الله روی خود مسیح شود مثل تو خبیث. از الله بترس، علم نداری نمیتونی خیر رو کار اختک همون، لیکن در دین الله گرد میزنی نترس. برآمدی اگر نداری این کنشه بهتر خوبترش در مسئله ای که تو علم نداری باید گپ نزنی. برای چی متراد میزنیم؟ برای تو علمای اهل بدعت تزکیه میدی، تعریف میکنی، علمای اهل سنت را بشنوید جانت میبرد، بعد وهایمای تو را بی ما از اونها دا عالمای پیش داریم. کیست؟ امام بخاری. امام بخاری شیعه را کافر میگفت، شیعه را کسی کافر نگفت، او کافر میگفت. امام مسلم هم همچنین، امام ابو حنیفه هم همچنین، امام احمد حنبلی هم سوال میدم میگم من چند بار درباره کفر شیعه گپ زدم؟ روافیز البته چند بار گفتم من روافیز و این کفار این جهمیه را نه فقط خودشو بلکه عادری اونها را تکفیر میکردن. وای تو باشید از اونها دفاع میکنید، با میگید من پیرو بخاری هستم، پیرو مسلم هستم، پیرو ابو حنیفه هستم، پیرو امام احمد حنبل هستم، من پیرو اینها هستم، از اینها بالاتر، از شیخ الاسلام ها بالاتر. ما فقط یک شیخ الاسلام داریم ابن تیمیه. اما ابن تیمیه رحمه الله میگه هر کس علی رو اله میگوید یا اینکه قرآن میگه نرسید است یا که جبرائیل خطا کرد با باید علی میبردش با محمد آمد، امام ابن تیمیه این امیر کافر میگه و کسی رو کافر نگه او کافر میگه. کنید پیرو ابن تیمیه هستی تو خودت شیخ الاسلام گفته گپ میزنید در این مسئله هم تو بیچاره کذاب متهم هستی. یگان عالم اهل سنت پیروی نمیکنید بغیر از نفس و هوس و رازگی مردم دیگه چیزی نیست. تو الله شما را حفظ کند مشایخ، بارک الله فیکم. من البته معذرت میخوام که دخالت کردم، لیکن فکر میکنم که این خوبسا رو هر چی که در هر جای یافتی کوبیدن کم است. بارک الله فیکم. مثلا البته کشف و رد علمی در نظر دارم. الله شما را حفظ کند شیخ، بارک الله فیکم. جزاک الله خیرا شیخ عزیز، بهترین نصیحت ها بود. بارک الله فیکم شیخ حنیف. حفظك الله شيخ حنيف، الله جزاه خير. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شیخ اون شیعه که هستن همش مشرک و کافر هستن یا
قدر رافیزه ها. هر کسیش که کفر و شرک دارن مشرک هستند برادر. و اما شاید از سلف یگون دلیل سن رافضه را یا کلمه رافضه یا کلمه ریشیه که تکفیر نکردن سلف یگون این مثلا جهمی های به منهج گمراه بیارد بداند که آنها یعنی بدعتشان به حد کفر نرسیده بود. اما امروزه رافضه ها شیعه ها بارک الله فیکم همیشه کفار مشرکی شده است. یگون رافضه را یگون شیعه را دیده است که والعیاذ بالله 12 امامیه نباشد و تمام کفریات و شرکیات رافضه ها را تصدیق نکند. این گونه در زبان من شما الله اعلم وجود ندارد. بارک الله فیک. رحم الله الله فيكم. و تکفیر در دین ما برادرم با مشرک گفتن یا کافر گفتن یا مرتد گفتن است. بارک الله فیکم. و منافقینی که حد نفاقشون گذشته بود یا که منافق اکبر کلمه زندیق را سلف استفاده می‌بردن برای کافر بودن اینها. بارک الله فیک. اما دیگر نام ها در اساس نام خود نامی که در قرآن و سنت به همین نام تکفیر کرده شده نیست گفته نمیشد الا یعنی همون کنندگان یعنی یگان عمل یا دارندگان اعتقاد کفر و شرکیات داشته باشند. بارک الله فیکم. مثلا میگیم جهمی ها کافر هستند در اساس چی؟ جهمی بن صفوان اعتقاد داشته الله سبحانه و تعالی در همه جا هست. الله در بالای عرش نیست میگه. بارک الله فیکم. یا خوارجانی که تکفیر شدن مثلا سوره یوسف این کار میکردن. حفظک الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعلیکم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ ممكن السؤال؟ بارک الله فیک. فرمایید. شیخ از رافیزه شیعه ها جیزیه که تغیابه پناه دادن ممکن است یا نه؟ این سوال ما جواب داده نمیتونم. بارک الله فیک. و یک تمام شیخ. شیخ با یک سوال ممکن؟ بفرمایید. همین رافیزه شیعه شما اصلا مرتد میگید یا که کافر اصلی یعنی؟ بارک الله فیکم. در این علما یعنی اختلاف ما برامون جواب وای گرومشین آواز گرومشین شهر صدای شیخ شما نیسته برادرها؟ علیکم السلام. صدا گم شد شیخ. البته خیلی تو آمدن مشایخ من جواب میدم اگر بله. البته مسئله شیعه در این مسئله علما اختلاف کردن. بعضی گفتن که کافر اصلی هستن، بعضی گفتن که یعنی مرتد چو میگن. یکی اگر نظر کنی والله اعلم بر کافی اگر واقعا پدر و مادرش از امو شیعه باشد یعنی که در عائله شیعه که روافیز باشد البته اینا از در دین داخلش دیگه نیستن. نه فقط اول نظر کنید اگر اکثر امین روافیزی که هستن اینها از ابتدا در اسلام نبودن و پدراش و از اون شیعه که در زمان پیش سلف تکفیرشون نکرده بودن اون شیعه در یک مسئله شیعه بودن. در چی مسئله؟ یکی در یک مسئله شیعه شو میفتن در مسئله
اگر ما نظر خلافت کنیم بله خلافت یعنی در مسئله خلافت علی را برتر از عثمان میدونستند که بالاخره دیگر لیکن کفر نداشتن شرک نداشتن قرآن هم میگفتن که کلا قبول است و نمیگفتن که قرآن به علی باید میومد جبریل خطا کرد و محمد آورد خیلی کفریات و اجزا نداشتن و از قبر پرستی طلب نمیکردن استغاثه نمیکردن دعا نمیکردن یعنی که اشتباه اونها در مسئله خلافت فقط طرف شیعه رفته بودند در همین مسئله شیعه میفتن همین گونه که در ایمان هم اگر کسی که مثلا که چقر نرود یعنی که مرجع غلط نباشد مرجع فقها گفته کافرش نگه بلکه مرجعش میگه اهل بدعت همین گونه در این مسئله بودن یعنی ابتدای تمام همین رویه ها اکثرش از بدعت سر میشود از چی اینا را بدعتی گفتن اینا را گفتن که مثلا که بعض اشتباهی سخت دارن دیگر لیکن کافرشون نگفتن به چه سبب به سبب کفر نداشتن منهج اهل سنت و الجماعه منهج پیغمبر صلی الله علیه و آله همین است که کسی کفر کرد و شرک کرد اون کافر است نه اینکه کسی فیسق کرده که دیگر گناه برای همون اونها کفر شرک نکرده بودن بلکه در همین چیز راضی نبودن که علی یعنی که باید خلیفت میشید بعضیا پیش از همه بعضیا میگفتن پیش از عثمان اکثر شد پیش از عثمان میگفتن لایق‌تر است گفتن به همین خاطر شیعه شو میگفتن حالا شیعه ها زیرا حافظ همین خیلی اعتقاد دارن نه اینها کفر دارن شرک دارن غیر الله از استغاثه میکنن تمام کفر شرک میکنن جای مسلمان است اینا رو کسی دانسته مسلمان نه خودش کافر است برای همون علما برای بعضی شیعه و روافض فرق گذاشتن گفتن شیعه گفته اونهای پیشکین هم در نظر دارن و روافض گفته این همه شیعه که بعدی که با کفر شرک یعنی که داخلش دیگه گرفتگی وارد دیگه بارک الله فیکم شیخ اگر اینا کافر اصلی گوییم اگر در وقت مثال گوییم دولت اسلامی شاید اینا به چه خیلی امانی داده میشد که اینا مثل دشنام مادرمو میکنن دشنام برای خلیفه این مسئله جزئیه و مسئله امن البته در شیعه علما خیلی گپای زیاد زده هستن لیکن این حالتی که یعنی که دولت اسلامی شد شریعت تطبیق شد اونجا حلق چه میواد بارک الله فیکم تمام شیخ معامله با اینا مثل کفار است البته در همه چیز اما اینا با بعض مثال البته این مسئله نیست که حوض عینی حال برای صحبت کرد بارک الله فیکم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته الله مشایخ عظیم شد قبول کنه گروه گردونه برادر جون الله موفق ثابت قدم تو گردونه دشمنان موحدین اسلام را خور ذلیل گردونه برادر آمین جون آمین بهترین صحبت کردی الله پاک قبولش کنه خیلی حلاوت بردیم انشالله کاذبین گفت هم کلاگردو که دلیکون وجود انشالله برادر جون حق اومد باطل میره و فور نفرش انشالله و استعداد میشه الله پاک موفق و مثل هفته و روشن و برو گویاتو گردونه جزاک الله خیرا کثیرا برو آمین آمین و یک بله البته الله شما را حفظ کند برادر الله تمام موحدین استوار و ثابت قدم نگه بدارد در این منهج پیغمبر صلی الله علیه و آله که قرآن و سنت با فهم سلف است من این برادر شیخ ابو عبدالرحمن باشد صحبت نه شیخ وقتی شما رو ما نگیریم که ابو حلیمه بودن بارک الله فیکم شیخ ابو حلیمه این شیخو الحمدلله که 3-4 ساعت شد الحمدلله که صحبت دارن الله حفظ کنه نگهبان شد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته الله شیخ یسلمک حنیف شیخ سازی انشالله خوب هستی؟ الحمدلله انشاءالله که شما خوب باشید شیخ حنیف یک سوال در این مسئله چی همین حضرت علی پسراش حسن حسین در یک جو میگن که یک تاش عمر بوده است بعضی میگن که عباس بوده است در این مسئله اگر که مقصد یگان چی باشه حق روشنی مینداخته
شیخ محقق ایرانی اهلا و سهلا. سلام علیکم جناب شیخ، اشتباهی دستم خورده بود، در خدمت شما هستم. برادری درباره چی حضرت علی رو حسن حسین محسن و چیکار کرده است؟ کی گفته شما برادر؟ شیخ حنیف حضور الله حفظ کنه. امین چی مقصد کی فرزنداش عمر داشت؟ عمر نام. عمر؟ بله بله عمر. والله عالم من راستی خطا نکنم عمر نبود، حسن بودن، حسین بودن، بعد محسن بودن، باز بودن محمد و زینب و کلثوم و والله عالم نشنیدگی نخیر. البته در بعضی اشیاء دیگر چرا میاره، لیکن قدر در یادم نیست برادر که به نام عمر من ندیدم والله عالم. الله اسم شیخ این مقصد میام شما میکنیم با شما. خب انشاءالله چکان دکرس شاید. بله جناب السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام. جناب شیخ حنیف حفظك الله، خسته نباشید، خوب ان شاء الله. الحمدلله خوب هستم برادر، بفرمایید. بله برادر من فرمودن سائل که آیا حضرت علی رضی الله عنه فرزندی به نام عمر داشتند؟ بله، در کتاب‌های معتبر خود شیعه هست و قید شده در کتاب‌های منبع چهارگانهشون. بله که حضرت علی رضی الله عنه فرزندی به نام ابوبکر، عمر، عثمان داشتند. حتی حضرت حسن رضی الله عنه فرزندش عمر بود و حضرت حسین بود که در صحنه کربلا به شهادت رسیدند و تا حضرت امام جعفر صادق که امام ششمشون به حساب میاد که البته اهل سنتن ولی خب اونا برای خودشون محسوب میکنن، دختری داشتن به نام عایشه رضی الله عنها، عایشه بود. بله اینها عمر داشتن، ابوبکر داشتن و عثمان بودن و حتی به همراه حسین رضی الله عنه برادرانش به نام ابوبکر و به نام عمر و عثمان به شهادت رسیدن در کربلا. اینو می‌خواستم عرض بکنم جناب شیخ حنیف حفظک الله. جزاک الله خیرا شیخ عزیز، اهلا و سهلا. بفرمایید ان شاء الله اگر صحبت کردن باشه وقت خوب باشه صحبت کنید. بارک الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. خیلی سوال دادم ممکن؟ جناب شیخ حنیف حفظه الله هستند. من چون در مسیرم و نمیتونم صحبت بکنم، در مسیرم. جناب شیخ ما شیخ عزیزمون شیخ حنیف و شیخ ابو حلیمه حفظهم الله هستند. سوالتون بفرمایید، اون ان شاء الله جواب میدن. السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شیخ حنیف همینجایید؟ بفرمایید برادر، گوش دارم. اول برادر زمین در نماز ویتر یک رکعت خونده وقتی که الحمد میخونی سوره جمع میکنی، بعد به رکوع رفته برخسته، در همینجا بعد رفع الیدین دعای قنوت رو خونده، بعد دعای قنوت الله اکبر گفته رو سجده میری یا که یک بار دیگه به رکوع میری؟ بعد رکوع وقتی خست دعا خوندی دیگه رکوع نمیره، سجده میره. بارک الله فیکم. یک سوال دیگر برادر عزیز. بله بفرمایید. بفرمایید ان شاء الله. صدای شما نیست برادر. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. برادر بود کدا باشه اگر ما گپ زنیم. من از یک برادر سوال کنم.
سوال من از داشتم یک بسیار. لحظه اگر ممکن باشد یک برادر سوال میدادن ابو. من گوش میکنیم سوال بتن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شیخ. علیکم السلام. فرمایید در برادر. همین منطقه ما یک آدمای پیدا شدن که برای ترس برآوردن به یک جای میروند که یک زنک هست، همون برای ترسشون برآوردن میرن و یا همون زنک میگن که همون آدمی ترسیدگی میبرن قبری همون زنکا هایکو موفی زنکا بالاش محکم بله. موفی زنکا میبرن همون آدمی ترسیدگی میخوابونن و بالاشو سه بار الله اکبر الله اکبر الله اکبر گفتم میبرن. انا همین حکمش چی میشود؟ من گفتم آدم انا همین به گرفتار شود این شرک است، آدم کافر میشود. گفتم ما هم صحبت شدیم، یعنی به همین گپای من باور نکردم. کمتر من شیوه شما را خوب نفهمیدم. یعنی کسایی که ترسیده هستن بیمار هستن، بگیم بعضی بیمارهای روحی اونها را کدومی از زناکا یعنی همین خیلی تبابت میکرد که در قبر برده یا که در همون چی داخل کرده، یعنی به همین ترتیب یعنی خیلی چی میکنن خیلی تبابت میکنن. بله همین خیران. البته این شرک است. این چیزا اگر از مرده هم طلب کنن شرک است، از جین هم طلب کنن این چیزا از طرف اصلا بسیارش از جین ها میشوند. این جادوگرای خوبسای این طواغیت، این جادوگرها طاغوت هستند، چاله که در حدیث آمده است جبت و طاغوت. حضرت عمر گفت و شیطان و ساحر و کاهن اینا هم چی هستند؟ ساحرا و کاهنا اینا همین خیلی که شیطان، همین خیلی که کسی که میغری منزلا میکرد، همین خیلی که انا کسایی که ادعای الهی میکنن یا اینکه راضی هستن عبادت چون بالاخره خیلی که طواغیت هستن. همین ساحرا هم همین جادوگرا هم چی هستن؟ میس همینا طاغوت هستن. یکی کافر کلام هاش هستن، رئیس طاغوت هستن و همین ترتیب تعلیم همین خیلی تبابت که اینا میکنن اینا کفر هستن و شرک هستن. انسانی که به چیز شفاعت کافر و مشرک میشود. اگر چی از مرده هم طلب کند از جین هم طلب کند، هر دو جانبش به کفر میبرد و انسانی که به چی شود کفر است و شرک است و در این مسئله جهلش هم عذر نیست. و اون کسایی که کار میکنن خود طواغیتی که هستن گفتیم کاهر سایر حضرت عمر هستن، یعنی اخلاقه بله بلکه با اونها کفر واجب اونها تکفیر باید کرد، از اونها براءت کرد. الله شما را حفظ کند. الله تعالی کنه. جزاک الله خیر شیخ. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شیخ. علیکم السلام. شیخ هم یک سوال بود مسئله ما توبتی داریم که شریعت اجازت میدهد. اگر رقیه باشد رقیه الله سبحانه و تعالی خودش میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. یعنی الله سبحانه و تعالی واقعا در قرآن شفا از همه کفر و شرک، از همه چیز شفا از بیماری هر چیزی که و خسارا برای ظالمین هست، واقعا برای کفار و مشرکین و دیگر خوبسای ظالمین در قرآن الله سبحانه و تعالی نازل کرده است و توبت میتونه که به طریق رقیه کنن، نه که طبق سنت توبت کنن، نه اینکه پیشین مثلا کافر برود برای که تفسیر کنیم شما رو. اگر دیگر توبت از طرف یعنی که بگیم دکتر باشد یا که طبی انا این دکترها و دیگرها باشد پیش اون مراجعت میکنن. مثلا جین یا که ترس یا که یگان زیان باشد سحر باشد با قرآن، فقط با قرآن مثلا میخونن. یک کسی که مثال اهل ای باشد یک پیش یک موحد میرن، پیش یک صوفی کافر نمیرن، پیش یک خبیثی خیلی جاهر ساحر کاهر مثلا جادوگر میگم چی میگم ساحرها را پیش اینها نمیرن، بلکه پیش یک موحد مسلمان رفته قرآن را میخوند به طریق قرآن انشالله که خوانده الله شفاش میده. بارک الله فیک. بفرمایید برادر که صحبت کردیم. علیکم السلام. مثلا ما یک حدیثیم پول میگذارن در کارمون مثلا روبل میگذارن سومونی میگذارن جا ما با می کورسی دیگه همین وطن زندگی میکردگیم با مردم هم میتیم همین مسئله چخیر باشه ما حق خودمون میگیریم اصلا کاری مردم ها بود میکنیم. هم بسیار برادران میگن که مثلا شبهه دارن مثلا که بعضیو میگن حلاله بعضیو میگن حرامه. بارک الله فیکم. یعنی شما یک پولی بگیم که پول دلار است یا اینکه پول این دیگر غربی های دیگر هست او را گرفته به پاکستان برده حق کاری خودت میگیره پول اینکه
شیخ اوکی جان مثلا که از روسیه 100,000 روبل میپرتوان در کارتای ما ما خوش دوباره مقصد برای مردم درهم میتیم. نه این والوتا میگن این چیزایی که خب ایواز میکنه حقیقتا میگیرین حلال از جایز است ریبا کدوم زمانی میشه که مثل با مثل خودش باشه اگر شما از همون یعنی که پول زیاد شود یا اینکه پول ها رو چکنه دیگه که شما اگر حق کار تا بگیرید به خاطر رساندن یا اینکه به خاطر ایواز کردن او یعنی مقصد که که میفهمیم شو مقصد دلار هم رو $100 روز اگر 11,000 روبل شد ما 11,500 روبل میگیریم میگیم که مثلا حق کاری ما $100 500 روبل 300 روبل $100 میگیم به جاش ما رو درهم میتیم. بعد بعضی وقتا میشه که حضرت که مثلا سومو میپرتون امروز دمو پگاه پولمو انسانا رو میتیم چی میشه باشه مثلا کی در وقتش نمیانده بگیرن پولشون بعضی شینوسو است میگه اگه پولت میگذارونیم پگاه روز دیگه میگیریم. البته باید دوست به دوست شود این چیز لیکن والله اعلم یکی از فتوای ابن باز خوانده بودم در این مسئله در مثلا میگه که بله میگه حدیثی که رسول الله میگه باید دوست به دوست شود یعنی رفت و اگر آدمایی که مثلا پول برسونن واقعا به طریق اینترنت هم باشد اگر والله علم چی است و ایلو دیر کنن یا که کشاکش کنن معنی است انا میرم میگم گوش حضرت شناسنده بسیار شناسو میپرتون 2 روز 3 روز بعد پولشون میگیرن در او خیلی مسئله باشد بسیار بعد شناسا باشد وقتی که مثال این خیلی باشد که مثال شما یک پولی که یک کس میگیره میگه میرسونیم از این تری رسوندن حق خود ما میگیریم یعنی که تنی بوده رسوندن و تنی ایواز کردن والله علم این در ریبو نمیدورد الله اعلم باز شیخ بیاد از شیخ میپرسید شیخ همین شما شو ان شاء الله صحبت شاید اینجا باشن شیخ برای که من در آمدگی شیخ بیشتر صحبت داشتن اگر باشن انشالله بیکار باشن وقت داشته باشن صحبت میکنن میگوین بعد سوال میکنید الله شما از خیلی صحبت جزاك کردن شیخ الله خيرا الله يسلمك نشه و یک السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علیکم السلام و رحمت الله وبرکاته. الشيخ وسيم إن شاء الله. الحمدلله خوب هستیم برادر انشالله که خوب باشید. یک سوال داشتم. الحمدلله. سوال درباره سپردن زکات مال از چهارما و شتر همین در یک روز یک موعظه کرد که یک انسان چهارما باید در یک گفته گپا همون در 10,000 باید که از زیاده از 6 ماه اگر این سراکی کلیسای همون چهارما به سپردن زکات رسیده باشد زیاده از 6 ماه چرد و به اون چهارما یگان چی خریده ندهید چه گوسفند باشد چه گاو باشد همین مسئله کمتر برادر میفهمدیم. عزیز معذرت ایجاد من سوال شما را خوب درک نکردم به سبب هم استه گپ داده و هم کمتر تفکر کردم سپاندم سوالی پیشکنه که بعضی قولات در یادم زد لیکن من نفهمیدم خوبتر همین سوالی که شما را و اساسم نفهمیدم و فکر نکنم که جوابی را خوب بدم از شیخ ابو محمد پرسید سوالا را بارک الله فیکم. مسئله زکات سپاریدن زکات مال یعنی که یک انسان چهارماداری میکنه همون مسئله امیر از شیخ پرسید عزیز شیخ اومدن پرسید بارک الله فیک. شیخ اینجا هستن یعنی انشاءالله بفرمایید دیگر اگر برادر صحبت میکرده باشند صحبت کنن اما همین سوال شما را من راستی قدر خوب نفهمیدم و بعد در مسئله همین چیز خوبتر از شیخ ابو محمد برادر شیخ اومدن انشاءالله سوال کنید.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شیخ حنیف. سبب چند قش اشتباه نداریم. سبحان الله بعضی حالات ها میشد که بعضی طور از یاد برآوردیم برای همون خوبتر بهتر میشد که بعضی سوالای نازک و چرا از شیخ ابو محمد دیگر مشایخ صحبت کنید کمتر انشالله که چیشم انشالله با جواب میدیم. بله شیخ، همون کتاب زکاتی که هست تعیین کردگی 4 30 سر و گوسپند 40، اما که اونجا دا گفتگی اصلاویش نیست که همین کلیساش آمدگی تمامه، اما همون یک به یک گوش کردگی آمده با اصلاوی خودش قطعی کرد که باید که زیاد از 6 ماه چریده باشد و در صحرا و برای اون گوسپند یا گاو است یگان چه خریده ندی، بعد زکات بالاش فرض میشه. وقتی که خریده میگه زیاده از نیم سال بالای این کلیش فرض نمیشه. همین جشته ما کمتر یعنی شیخ وای میکنن جواب میدونن خوب میشه. از مشایخ و شیخ برادرها هست یکون کس من راست چه بگم شیخ ها هستن اگر مشایخ هستن همین سالی برادر خوب فهمیده باشن جواب کن. من در مسئله چقدر خوب گوش کردم نفهمیدم که هدفی برادر چی است، لیکن انشالله فکر میکنم شیخ بیان شیخ سوال کنیم برادر خوبتر است. شما دوام دادی هم سوال رو به هر حال انشالله که شیخ باشن انشالله که جوابتون میتونن، نباشد صبر کنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شیخ حنیف. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شیخ الله ایستون کنه به سوال فقهی بود اما را جواب میدادین انشاءالله. الله شما رئیس کند برادر میدونم نمیدونم بفرمایید. از سببی که اشتیاق نکردم بسیار چرا کمتر چی است برای همون چرا که بدونم انشالله جواب میدم برادر، ندارم صبر میکنید انشالله. انسان ضعیف میشید از وقتی که اشتیاق نمیکنه در صحبت و در درسای علما و طالب علم و مشایخ خیلی ضعیف میشید است. از سبب همین بسیار چیزها رو در یاد باور که نزده ایستن نشود که خطا کنم. برای همون کوشش کنید که سوالا رو با اون شیخ ابو محمد دید بهتر و خوبتر میشد و ایلو اگر چیزی بدونم انشالله که جواب میدیم. بارک الله فیک. الله ایستون که سوید خدا میگفتم داره شیخ جان در همین مسئله طهارت همین مستحب در رکنای طهارت داخل میشه و نمیشه و همین را جواب میدادین اگر میدونستید. مستحب یعنی اینجا را میگید چون برادر بعد از حجت خونه بعد پاول بعد از حجت خونه بعد دلنی. بله مستحب خودش در مذهب ابو حنیفه مستحب است یعنی کردنش خوب است. اگر با شیشتن آب رو گوید استنجا رو میگید بله این چیز در سنت ثابت شدگی است، اما این پاک کردنش یعنی که عموما پاک کردن به قلوخ است یا که به یگان چی است این از واجبات است، از چی است لازم است، اما با آب شیشتنش سنت است و سنت مستحب است. کردی اجر میگیری خوب است. خیلی که حدیث آمدگی است یکی مرتبه چه دارد، لیکن رفت و اگر یک کس به یک قلوخ یا که به یک خاک خوب کرد درست کرد یعنی چی است طهارت وضوش صحیح می شود. بارک الله فیک. اما مذهب ابو حنیفه هم بعضیا همین را سخت میگیرن که واجب میگن آیات‌های مطلق در برای توحید شدن که پاک شدن میارد و بعضی چورا همونا هم بعضی بیچاره فراموش میکنن که آخه حکم مستحبش داده گیرند در مذهب خودشون. مستحب یعنی یک البته مستحب از هوا نمیشد هوس نمیشد مثل در صوفیا، بلکه یک عملی از سنتایی که کردش اجر میگیری نکردش گناهگار نمیشه. بارک الله فیک. ما فهمیدیم الله ایستون کنه همین مسئله ماسک کشیدن ای بالای دخالتایی که با پای افضل حالتایی میشه که طهارت میکنی با پای افضل ای بالای پای افضل ماسک کشیدن با پای افضل دخالتای بیرون بدن در نماز خوندن ای بالای پای افضل جایز باشه جایز نیست امیر بله اگر رفت و پای افضل شما بله البته بعضی میگن از بجلک بالا باشد دیگر باشد، لیکن حالتهای خنوک و حالتهای چی میتونید که ماسک کشید. خیلی که در حدیث هم آمدگی است از موضوع بگیم مسیح رزینی هم دیگر تو ماسک شدگی است
برایم اگر به همین ترتیب باشد در حالت چی محض بالای بتینکه یعنی پتینکه است بتینکه است چی میگن سبحان الله تو که جواز دارد والله اعلم. فهمو جزاکالله خیرا. الله ایستونتون ثابت قدم نگاهتون داره توفیقتون امین از زنده کنه. امین و ایاک. اگر شما محض داشته بده یعنی این رو در نظر بگیرید یعنی که پای محض خطی باشد بله بله خوب. فهمو شیخ. و بعد از صدای شما چسبید برادر. مشایخ دیگر برادرها هست اینجا صحبت میکرده باشم برادرها. شیخ ابو محمد اینجا هستن شاید. شیخ هستی شما شیخ ابو محمد یکی شیخ ابو حلیمه مشایخ کجاش ده باشن؟ برادر صحبت میکردگی صداتون نیست منده نباشد صبر. اول شما بهترین اومده سر الحمدلله سر. همین صدای السلام من. علیکم و رحمت الله. علیکم السلام ورحمة الله. امیدوارم خوب است. سلامت باشید. سلامت باشید. الحمدلله جزاک الله خیرا. شما هم خوب باشید الله ایست کنه. بفرمایید. از شما یک سوال داشتم. ما در جای کارمون در واگن نماز میخونیم و 10 نفر نماز میخونیم. برای ما 2 صف هست و در صف پیش نماز وقتی که در صف پیش تنها 1 نفر پیش نماز است و از قفای 10 نفر دیگر در صف دوم جا نمیگیرد. اگر 2 نفر در بری پیش نماز ایستاد یعنی که ممکن باشد. بارک الله فیکم. یعنی دوست شما جاتون نمی بردارد نه که برابر امام میستدم خیر؟ اگر 2 نفر در جا نمیرسد اگر در بر امام بیستد یعنی که جایز باشد. یعنی اگر همین خیلی واقعا باشد که جا نباشد از امام کم در عقیب میستد برابر نی بلکه عقیب میستد. هم خیلی علما بعض علما چی میگن نه که در اصل باید 2 صف شید یا که آدم از یک کس باشد برابر خیلی که حدیثی انس بن مالک مدگی است برابر رسول الله صلی الله علیه و خودش گرفتن بعد یو 2 کس چیدن یعنی که دیم صف میکنن بعد از 2 یا 3 4 دیگر این شید باید 2 صف شید 3 صف شید چند خیلی شید اون چی باشد از امام قفا باشد عقب باشد. لیکن به سبب جا نشیده در حالت ضرورت والله اعلم بعضی فتوا رو دیدم که گفت ابدانم خیلی که مثلا میشود خیلی که کم از امام قفاتر میستن و بعضی حتی برابر امام گفتگی هستن لیکن دلیلش دایدم نیست و چی میگن دلیل لیکن هم خیلی در فتوا دیدگی هستن والله اعلم. سلامت باشید. یک سوال دیگر داشتم ببخشید. بفرمایید ان شاء الله. وقتی که رکوع میرویم مثلا در تاجیکستان این استانه وقتی که رکوع میرویم از رکوع برمیخیزیم ربنا لك الحمد میگویند یا که بعدی که سجده میریم بعدی سجده خستن چی میگویند فراموش کردم. رب اغفر لی. رب اغفر لی یعنی که این سو هست همین برای که ما وقتی آخرا می رو میخونیم ده. بله اینا ثابت شده اگه اصلا کامنت با کسی پرت دادم خیلی بعضی طور والله الان فکر کنم ده همین کامنتی چی بود سبحان الله یا که برادرها باشن پرتوان یکی همون کتاب های هستن دعاها مثل یکی از کتاب های است دعاها هست در اونجا هم هست که طبق سنت بعضی دعاها و همه چیز شما داده هستن دیگر که انا حسن مسلم است والله الان خطا نکنم این خیلی کتاب است اون رو بیاید در اونجا همه شما داده هستن. بارک الله فیکم. استفاده سلامت بله.
وإياكم. شهرزون بخشش زیاد تریبیلات میکنیم و هم در رب اختیرلی و رحمنی و رزقنی ایرا من گوش کردیم و الحمدو عشق ایرا دارم نموزو و الله قبول کنم میخونم انشاءالله. بله، استفاده برای نظام کتاب‌های گفتگی را برادر باشند در کامنت پرتویان و این برادر استفاده برد. بارک الله فیک. میگم این مشایخ شیخ ابو عبدالرحمن با ما گذاشت همه رفتن، چی شدن؟ شیخ نیستن هیچ که همین جلسه خاموش هستن، نفهمیدم. شیخ شیخ همینجا یک سوالی که همین برادر پیشکی کرده بوده. آوازم هست؟ بفرمایید برادر، صدای شما همون هستم. بله، همون درباره گفتگیشان این مسئله خودی ما هم دیدگی بودیم، در تاجیکستان هم هسته. بعضیشان میشن که حتی که در هنگامی به سجده رفتن همین ربنا ولک الحمد میرن، به جایی که گویان که الله اکبر گفته سجده بروند. این حالتاشه. همون سوالی هم برادر نفهمیدم که از سجده خستن یا که وقتی سجده برادر من اگر درست فهمیده باشم و مابین دو سجده و بخیلی گفته، یعنی که دعا را گفتن، این را گفتن و بعد این از این رکوع خستن بعض دعا را، یعنی که حمدن کثیرا، بعض دعا را گفتن که همین هستن. من از سوالی برادر همین را فهمیدم که در تاجیکستان اینا نیستن، لیکن در دیگر جای دیدگی هستیم برادر. بله این دعا هستن، واقعا دعای سنتی هستن، لیکن من با برادر پیشنهاد کردم که همینجا کتاب پارت هم برادر انشالله از اون کتاب استفاده برم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شیخ. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بله در این مدرسه در فایل نماز رسول الله صلی الله علیه و سلام هسته. اگر هم برادر در همین درو فایل بداره انشاءالله دسترس کرده میتونه. بارک الله فیکم. البته همین شیخ والله اعلم شیخ ابو محمد حفظه الله در همین در مثلا هم کتاب دارن، نه این نگاه که من سبحان الله از این چیز چی موندم. بله همین سایت وقتی می درایت و هشته هسته، جایی که فایل ها هسته همجا در کتاب ها. بله همونجا نظر کنید جای کتاب ها در اوجه باید باشد نماز پیغمبر صلی الله علیه و سلم. ولی هم کتابی طریفی است، طریفی است، همون باشد ترجمه کردن شیخی که از کی بودن من در یادم خوب نیست، لیکن هم خیلی کتاب بودن از شیخ. بله شیخ عبدالعزیز الطرافی. بله جزاک الله خیر برادر عزیز. جزاک الله خیر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ. Алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатух. Шейх, можно, да, вопрос на русском? Говорите, брат, если иншаллах знаем, отвечаем. Вот сегодня этот месяц Раджаб зашел. Является ли сунной соблюдение поста в месяц Раджаб? Месяц Раджаб является ли сунна пост? То есть имеется ли из сунны какое-нибудь вот соблюдение поста в месяц Раджаб? شیخ آوازتون نیسته. این شیخ مولا اشتیا بخیر کی مونده شد. Bale, dar masala на русском, да, надо было говорить, субханаллах. Не можно на таджикском отвечать. Есть такие хадисы,
про того, что месяц Раджаб, то есть от Абу Бакра и других хадис есть, но я просто полностью этот хадис не помню. Однако я помню, что Ибн Таймия, рахимахуллах, про это говорил, что все хадисы, что касается, говорит, особенно пост в месяц Раджаб, все хадисы, которые в этом же есть, они выдуманы, то есть маулу, то есть они недостоверны, говорит. В этом, то есть хадисов, то есть нету, чтобы было достоверно от этого, именно в месяц Раджаб. Это я помню, что от этого, от Ибн Таймия, рахимуллах. И даже Ибн Кайм, рахимуллах, тоже говорил, что все хадисы, которые про вот месяц Раджаб, они все говорят недостоверны, говорит. И выдумали, ну, то есть выдумали, говорит. И как бы многие ученые говорят, но я вот сам просто не помню, что эти хадисы, которые есть про месяц Раджаб, кто-то из ученых их сделал хасан, то есть хорошим или нет, я это не помню, потому что раньше читал. Но однако я помню, что Ибн Таймия и Ибн Кайм Джаузи считали их недостоверными, то есть некоторым причинам, и они доказывают, что это недостоверно. Валлаху аламш. Tamam, брат, понял. Баракаллаху фикум. Пусть Аллах приумножит ваше знание. Амин, амин, джазакаллаху хайр ва ияк. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ حنیف. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شیخ همین درباره چسباندن پا در صف همین بوجیل پا قطعی پیش پا بچسبه شیخ، یا مثلا رونویس چخیه هم یکون حدیث دسترانی نسته. روسی بار یک کارتینکا دیده بودین در همین مدرسه موحدین ده صحیح بخاری آوردگی 690 در اومدین صحیح بخاری ده مثلا آوردگی کتاب ها و پایهان آوردگی شیخ ده. همین باره کمک معلومات دیدین؟ بارک الله فیکم. البته در مسئله در نماز ایستادن صف گرفتن حدیث ها آمدگی است در این که باید کتیف به کتیف برسد، اما در مسئله قدم ها را رساندن، عقب پا رساندن از صحابه است که حدیث صحیح است که آمدگی است، اثرهایی که آمدگی است. برای امام بخاری باب دارد، بابی که قدم ها را ماندن گفته، یعنی که ایش به ایش رساندن، عقب پا میرسد، یعنی که از همین چی میگن عقب پا رو چی میگیم؟ انا سبحان الله قدم، بله قدم، یک قدم هایی که اصلا از آخر پا رسیده برابر میکنی، این خودش پای کسی کلان است از کی مسد چی است و دیگر توقی میشد میراد. بارک الله فیک. فهموشید بله. برادر؟ سبحان الله صدای من نمیشود که شما برادرو میچید. صدا آماده سه شیخ؟ نه صدای شما نیست است. صدا باز شد اخی؟ بله خوب شد صداش. بله شیخ، دمی از عقب امام سوره فاتحه را خواندن، دمی سوال شیخ عبدالرحمن داده بودم، رسول گفتن دلیل میپرتیم، برای همین دلیلش سوره فاتحه را از عقب امام خواندن، مثلا باید بخونی که سوره فاتحه را خواندن. همین را گفتیم شیخ اگر یگون دلیل باشه در درسای شیخ گوش کردیم، اما دلیلش نگفتم برای اثبات دلیل این برای شما آسان شود برادر. نامتون مبارز است؟ برای اینترنت من کم تر چی است؟ چند کس نشان داشته است که گویا که صحبت دارد. شما صحبت دارید مبارز؟ بله شیخ، بله بله. بارک الله فیکم. شما نظر کنید اگر برای شما آسان شود، البته مثلا اختلاف است، سه قول است. قولی است که مثلا مذهب ابو حنیفه
مثلا وقتی که قرآن خوانده میشه گفتن مطلق آیت میگیرن و نمیخوانند و این قول ضعیف است. و قول دوم که اگر وقتی بلند بخوانند یعنی که خوانده میشه پس بخوانند بلند بخوانند گوش میکنی و پس بخوانند میخوانی، گفته این هم هست. سوم قول است که رسول الله صلی الله علیه و حتی در شما نظر کنید برای شما آسان شود، تفسیری ابن کثیر در سوره فاتحه در همینجا میارد. فهمیدی برادر؟ برای شما آسان شده که نماز نمیشد مگر سوره فاتحه و بعد در اون عقبش در اونجا حدیثی که رسول الله میگه آیا شما از قفای امام تو میخونید؟ وقتی که میخونن رسول الله خودش امام بودن، بله میگن میخونید، میگن نخونید مگر الا سوره فاتحه. از همین حدیث علما گرفتن میگه چه خوانده نمیشد مگر سوره فاتحه. در همین تفسیر ابن کثیر هم میارش برای شما آسان‌تر شود، اگر چه حدیث با سند دیگر جا صحیح و دیگر علما میاره، لیکن برای شما آسان‌تر ابن کثیر نظر کنید در تفسیر سوره فاتحه میارش. والله اعلم. اینجا من خوانده بودم. علیه السلام شیخ عزیز. و یک بود شیخ عزیزم، شیخ ابو محمد و دانش داوود کی مقصد ویم نخونیده با هم خیلی بخونی قبول انشاءالله یا بایی سوال ما شنیدیم انشاءالله. نفهمیدم شما رو. نخونی هم بطری دل بخونی میشود؟ هم بطری دل بخونیم برادر؟ نه البته این مسئله من راستی شیخ رو عین حال در یادم نیست که شیخ در این مسئله در کدامش خود شیخ هستن، لیکن من که در همین هستم که در همه حالات خوانده می شود. لیکن والله علم شیخ ابر شنیده بودم که وقتی بلند بخونن نمیخونه گفته بودن، یا که برعکس گفته بودن میخونی. هم در یادم نیست، از نام شیخ نگویم که در بله یادم بله نیست. همینجا در گفته بودن که وقتی که بلند میخونن می ایستی گفته بودن. ماشاءالله. البته شیخ اگر شیخ گفته باشن، بله شیخ گفته باشن مثال در این مسئله، بله، لیکن به تحقیق من مثال من انا چخیلی که دیگر علما را دیدیم و همین چیده من در همین هستم که در همه حالات خونده می شود. خیلی مسئله فقه از شیخ اگر در او باشد ماشاءالله بهترین خوبتر اونم مسئله بله دلیل همینجا شیخ گفته بودن که هنگام امام خواندنش ده دو عمل را اجرا کرده نمیتونه، هم خاموش ایستادن، بعدش وقتی امام خوانده میشد امامای هستن که میانش ده کمتر می ایستن، امامای هستن که نمی ایستن. همین حالت خواندن ده اثبات نمیکنه. گفته همینجا بیان کرده بودن. الله اعلم اگر خطا البته نکنم. شیخ خوبتر میدونه این مسئله را. مثال تحقیق شیخ حفظ الله سختتر خوبتر هستن و در همه چیز، لیکن انا انشالله که با شیخ باشد یکی زبطش گوش کنه استفاده برید. لیکن من مثال تحقیقی من که در این مسئله دیدگی هستم، علما به همون حدیثی که چه خوانده میشد مگر سوره فاتحه از همین، یعنی که من شخصا میخونم خودم. بارک الله فیک. بله شیخ همه من هم بار گوش کردم آیت صحابه چی روایت میوره میایم پیش سوال شنیدن که مثلا ما بعضی وقتا عقیب ملا میشیم، عقیب امامت میشه، مثلا چی خونیم دست شمه قپم یک روایت میاره که دست شمه قپم میگه که بخونه، مثلا وقتی که امام میخونه تو با تای دل مثلا که پیچیر کردن و کم پسترک بخون که مثلا نفست بشنوه تمام نه، که اگر وقتی که ملو پاس میخونه تو پچیر کرده بخون. من خیلی فهمیدم اخی انم دلیلی که میوره دلیلش خیلی نگفته که مثلا ای کدام کتاب ما برای هم درآمد شیخ سوال دادم ده. اون نظر که سوره فاتحه راست ابن کثیر همجا میارد، البته در دیگر کتاب هم هستند، در کتاب فقه هم در حدیث هم، لیکن برای شما آسان‌تر والله اعلم فکر میکنم ابن کثیر در باید باشه. برای خواندگی من پیشتر بودن همین چیزا و اینی که دیگر علمای مثال ابن باز یا میارن همین حدیث ها را و همچنین در کتاب بلوغ المرام والله چی هست در این مسئله هست اختلاف سه، یعنی که سه مذهب در این مسئله حدش آورده و مذهب ضعیفترین مذهب ابو حنیفه است که عموما خوانده نمی شود و یعنی از دو دلیلی که میگیرن، که دلیل اون است که هر وقت سوره قرآن خوانده می شود خب کنید خاموش گوش کنید، از این دلیل میگن. دیوم که از حدیثی که قرائت امام قرائت از گفته امیرا ابن باز و دیگر علما پیشتر از این بودگی از علمای سلف میارن که یعنی این آیت البته
به هیچ ربط دارد، لیکن وقتی امام میخواند از قفاش خواندن به حدیثی گفتیم که پیامبر میگه نمیخونید مگر سوره فاتحه. از این گرفته اینکه خاص حدیث آمده است میگم و دیم که و اون قرائت امام قرائت شما از گفته این البته این حدیث به چند روایت اومده است که ضعیف میگن که صحیحش هم هست. اینجا میگه زمی سوره است، یعنی که زمی سوره در اونجا نگفته است که سوره فاتحه یا که بعدی فاتحه، بلکه فقط قرائت گفته است. اونجا میگه که زمی سوره در نظر داره که بعد سوره فاتحه گفته. والله اعلم به همین طریق ما فهمیده هستیم. لیکن اگر شیخ صحبت کرده باشند، شیخ گپ زده باشند، البته شیخ در همه مسائل صحبت کرده، استفاده برید و ان شاء الله که تحقیق شیخ خوبتر و صحیحتر باشد فکر میکنم. بارک الله فیکم. Шейх, можно еще один вопрос задать? بسم الله. Вот в последнее время, короче, вот в Кавказе такая шутка появилась. Это как бы связка слов «используй». Во имя Отца и до конца. Является ли это слово ширком? أعوذ بالله وإمي أتسا إذا كانسا. Да. الله المستعان. Это конечно, мы любой, кто клянется помимо Аллаха, является это ширком. То есть первое начало это ширк асхар, то есть маленький ширк, или можно маленький куфр говорить. Но чтобы, я не знаю, вы понимаете, да? Я просто давно уже не говорю, субханаллах. Что касается любой, то есть чем клянешься помимо Аллаха, является это ширком. Но не каждый это ширк является ширк акбар, то есть большой ширк, который выводит ислама, то есть человека из ислама. Поэтому смотрится, если это помимо Аллаха поклоняется из начала ширка, то и смотрится. Иногда бывает, что, допустим, как один сахаба сказал, что клянусь, то есть латум узо, валлахи, то есть билят узо, то есть клянялся лотум и узо, то есть, и ему сказали, что кафарта, то есть и стал кафирами. И тогда он подошел к пророку салама, ему, то есть он спрашивал, то есть сказал, что меня такфирили, то есть за это пророк салам у него спрашивал, за что, сказал, что за вот такой, то есть касам, то есть за то, что я клянялся, то есть лату и узо. Пророк сам сказал, скажи ла иляха илlallah. То есть поэтому имам Бухари тоже приводит, кто говорит клянусь латум узо, то он должен сказать ла иляха илlallah, то есть снова обновлять свою имана, то есть тадждид иман. Это есть. Если это во имя Отца имеется в виду, так как вот это христиане и так далее делают, это является куфр акбар. Если он просто, как, допустим, не считая его великими, просто, как, допустим, клянусь, там, не знаю, кто-то хлебом говорит, чем-то другой, то сразу это не является куфр акбар. Валлаху алам. Поэтому смотрится это, как это у них. Я просто первый раз слышу такой касам, то есть такой клевет, как называется? Первый раз слышу такой, что во имя Отца и, не знаю, там, аузубилля, не до конца или что за шутка, я не понимаю. Но если это шутка над религиями, то это является куфр акбар. Ахи, можно дополнить? Да, бисмилlah. Если он называет Аллаха отцом, это уже куфр акбар, ахи, выводит с ислама. Да, без сомнения, да, если он считает как христиане, да, Аллаха, то есть они считают отцом, то это без сомнения, что это является куфр акбар. То есть человек уже автоматически станет кафиром. شیخ همینجا من خواستم کمتر و کنم این مانند تشبیه به نصارا میشه هم خیلی نه؟ البته برای همون گفتیم که اگر قسم ای در مثل همون قسم اونها باشد که قسم به همون عطسه میگن چی میگن در نظر الله را، اگر به همین باشد این کفر اکبر است.
یکی عظیم دانستن پدر، یعنی که بزرگ دانستن در قسم، بزرگ دانستن، برای الله دانستن، از الله بالا دانستن، یا که حق الله دادن، این خودش کفر اکبر. اما قسمی هست که بزرگ ندانستن، فقط مثل که قسم بر نان و بر آفتاب و ماهتاب و دیگر چیزا است که یک بار با کفر اکبر رفتن این کن، مثلا شرک اکبر نمی رود. اگر همین خیلی پروسو قسم میگن که اون به زبان روسی به مادر میگن، به پدر میگن، یکی از اصطلاح عادیشو باشد، این کفر اصغر است. اما اگر به خاطر به نصارا این رو تشبیه کنن، چخیلی شما گفتیم که منظورش همون گپ باشد، این کفر اکبر است و چخیلی گفتیم باید چیکار کند؟ لا اله الا الله بگوید، تجدید ایمان کند. والله اعلم بود. بارك الله فيكم اینجا شيخ در وصلاة اینجا در المشهر. بسیاری همیز و های همچون سویسک صاف نیو همچون شوخی کار بس میکنن. اگر شوخیشو در دین باشد، بله، مثلا که در دین یا که شوخی چون خیلی بگیم که عرفیشو باشد، غیر دین، مثال در خدمت میگن که قسم، انا چخیل قسمای دارن که با یک سبحان الله بنام قسم میخورن در خودی ما هم خیلی بله بعضی قسمای هست که البته به دین ربطی ندارد، به قسمای بگیم که عرفی هستن نظر کرده میشود. اونجا اگر رفت و جایی است که مثال حرام است، جایی است که شرک اصغر است، جایی است که اکبر میشود، برای همون نظر کرده میشه. من بار یکم بار است این خیلی قسمی که میشنوم از این مثلا که کسی که بنا مسلمان قسم میخورد، لیکن قسم اگر به مانند همون به تشبیه همون قسمی نصرانی باشد، به شک این تجدید ایمان میکند. الله اعلم باست. عزیز، یک سوال دیگه من چند بخشی برادرها الله حفظ کنه. همین ویتر واجب یک هفته بلیش خیلی خوندن و کرا چند رو تحصیل یک خیلی شهر برادر جان. صدای شما برادر عموما صدای شما خوب نیست. نشد ویتر واجب گفتم برادر جان، همین خیلی خوندنش واضح تر آیا شاید روشنی میرسه برادر عزیزم. ویتر اصلا واجب نیست، ویتر سنت است. ویتر خوانده میشود 3 رکعت بخونی، میشود 2 رکعت میخونی، سلامتی بعد 1 رکعت میخونی، 3 رکعت، یکی 3 تا یک بار میخونی بدون تشبیه بر مغرب، بدون این تشبیه میخونی و میشود که 5 رکعت بخونی. بالاخره ویتر خودش طاق است، طاق یک چند تا میخونی. میشود که مثال 2 تا بخونید، گفتیم که الهیده باید چه بخونی. این خیلی به همین طریق به چند طریق خوانده میشود، برای همون همش درست است، الا مگر تشبیه کردن. اگر 3 رکعت هم بخواند به یک نیت بگه آسان شود، لیکن تشبیه به مغربش نمیکند. به مغرب تشبیه کردن یعنی چه؟ اتحاد دویم ده نمیشیند. غیر این مثال میخیزد یک بار به رکوع میرود و یعنی که به یک اتحاد 3 رکعت خواندن میتوند، یا اینکه 2 رکعت میخواند سلام میتد بعد 1 رکعت میخواند، یعنی که 5 رکعت میخواند. بالاخره تا خواندن زیادتر مثلا میتونه بخوانند. بارک الله فیک. جزاکم الله خیر قربان جان. و یک الله المستعان. مشایخ شیخو هستی اینجا؟ اخی شیخ ابو عبدالرحمن شما هستی اینجا؟ شما اونه که یکی از برادرها در کمین نشست که همه را موندن رفتن، گفته گپی هم برادر در یاد میزن. خوب شد انشالله برای ما هم یک مسد که این از شما برادرها سوال کرده، بعضی تو رو فهمیدیم الحمدلله که و بعد صحبت نمیکرده میموندم، خیلی نمیکرده میایستاده، اساسا هم از یادت میبراید همه چیز، هم کمتر فکر میکنی. حیا است، این حیای نادرست است که البته اساسا انسان صحبت کردن نمیتونه از دین الله، اساسا کم خیلی چی میشه است. لیکن الحمدلله خیلی شیخ ابو عبدالرحمن از حکمت استفاده بودن، ماندن و رفتن. الله ایشون کند در کجای خطا که باشیم الله سبحانه تعالی ما رو ببخشد، الله سبحانه تعالی اسلام کند. و اگر
دیگر کسی صحبت میکنن بسم الله صحبت کنن، شیخ ها مشایخ ها. من اینترنتم کمتر ضعیف است، خوب نمیبینم، میچسبه. هست اینجا کسی نیست؟ نمیدونم. سبحان الله. شیخ حنیف الله حفظتان کند در مسئله فقه خیلی مشهور تا میشناختیم. الله حفظ کند، تکرار رو زیاد کنید انشاءالله. برادر صدای شما خوب نیست. امین امین. الله شما را حفظ کند. کمتر صدا تو پستر است، نفهمیدم. سوال کردی چی گفته؟ من لیکن دعا گفتم در مسئله فقه گفتم خیلی مشهور تا میشناختیم انشاءالله که الله علمتان انشاءالله باز زیاده گردانه، اما که امین. تکرارتان انشاءالله که باز زیاده کنید. الله کند که در مسئله فقه هم کمی علم میگیرم. امین. جزاک الله خیر ببرس. ایاک جزانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علیکم السلام و رحمت الله وبرکاته. شغل درست شاید خلیفه الله يسلمك جزاك الله خير. الحمدلله. شما خوب هستین؟ انشالله. الحمدلله. شاید یک برادر سوال دادم که مسئله سوره فاتحه بیانه از عاقب ایمان خوندن از خوندن شما گفتید تفسیر ابن کثیر بنویسید. بازی دیگه بر اومدم در اینجا گفته شده است که в коллективных молитвах мы не читаем аль-фатиху, ее читает лишь имам. На этот счет есть хадис, кто молится с имамом, то чтение имама заменит его чтение. يعني که سوره فاتحه خوندن نمیشه بس. هم تفسیر ابن کثیر از گفته شده است. اگر شما بله باقیشم هست. بله باقیش بخونه در باقیش این از مذهب ابو حنیفه را باقیش در بعد دیگر حدیث ها را میارد. بارک الله فیکم که گفته است که بله в коллективных молитвах мы не читаем аль-фатиху, ее читает лишь имам, однако произносится слово амин, мы будто бы прочитали аль-фатиху сами. همین خیلی گفته است. آخرش اینجا گفته است که حدیث از احمد آورده شده است. حدیث از احمد 339. من نمیدونم که شما چای ابن کثیر در شما خیلی میگید، لیکن در اصل اونجا بیشتر میاد. خیر ان شاء الله نظر میکنیم ان شاء الله با دیگر شده، لیکن حدیث ها مشهور در این مسئله. این مذهب ابن کثیر نیست البته، یک جا میارد از ابو حنیفه هم شد و باشه دیگر، لیکن مذهب ابن کثیر در این هم نیست. من حیران هستم که شما از کجا خونده که این خیلی میگوید تمام. بله تفسیر ابن کثیر خوندم. موضوع تفسیر ابن کثیر. برادر تفسیر ابن کثیر به زبان روسی فعال نیست. شاید خیلی بسیار درباره اگر سوره فاتحه باشد تفسیر ابن کثیر خیلی بسیار به زبان روسی فعال نیست ورسش. الله اعلم. اون چی که ما هم همیشه سراغ کردیم این ابن کثیر به زبان روسی فعال نیست. محترم است. بعضی کارها در کار ما حرام می‌باشد. ذلك الدین. کسی صحبت دارد؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برای من پرسیدنش تو یا کسی صحبت دارد؟ چیکار پای کامت؟ نه شما مرا مونده و رفت اختم. بیای وظیفه اگر گریخته نبرم شما قبضه نمیشه. شیخ صحبت که من فقط پرسیدن دارم دیگه شما رو گوش میکنم.
من خیلی صحبت کردم شیخ ولی بعضی سوالاش دیدن که در یاد نامده است نکنه خطا کنیم سبحان الله برای همون صحبت کنیم انشالله که این موضوع را فکر کنیم کفایه است بارک الله فیکم شیخ عزیز اگر نامد خیلی جا نیست ما انسانیت فراموش کردن ممکن الله برکت تا صحبت که شیخ عزیز ولی انشالله می نیستم در بچه برادران با فکرم که هم خوب موندن یعنی که ماشاءالله برادران خیلی پیشروی کردن شیخ ابو عبدالرحمن گوش میکنیم میدونیم مسئله حفظ و مسئله دیگر انشالله که اوجه بسیاری برادرها چون تو میشنگن لیکن انشالله که بفرمایید گوش میکنیم برادر احمد شما چه گفتنی هستی؟ سلام و رحمت الله و برکاته صدای شما پست است برادر احمد من نمیفهم علیکم السلام و رحمت الله صدای یعنی هستش مودا یکی صداش زدم من خیلی گوش کردم میگم صدا نامد سبحان الله او برادر یگان صدا نامد سبحان الله شیخ ابو عبدالرحمن دیگر فکر میکنم تمام محکم میکنیم ها یکی صحبت بکنید شما تمام بارک الله فیکم مطلب که دیرم شد برادرها به انشالله فردا کنیم همه دام بگیرم شما اگر خاتمه کنید و محکم کنید شیخ عزیز امروز جزاک الله خیر دیگر مشایخ السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت